در این جهان سرخفام هیچ صدایی شنیده نمی شود، نه خنده‌ای، نه نفسی، نه نشانه‌ای از حیات. فقط سنگ‌ها، غبار و تپه‌هایی که میلیون‌ها سال بدون هیچ تغییری در سکوت مطلق ایستادند. اینجا مریخ است، یک سیاره سرد و تنها، فقط 227 میلیون کیلومتر دورتر از ما، اما انگار یک جهان کاملا متفاوت. بادهایی که روزی در میان این دره ها می‌وزیدند حالا فقط رد گذشته را بر سطح خاک قرمز باقی گذاشتند. هیچ درختی وجود ندارد که سایه‌ای بسازد. هیچ رودخانه‌ای نیست که جریان زندگی را با خود بیاورد. گاهی با خود فکر می‌کنیم شاید روزی میلیاردها سال قبل آب در این سرزمین جاری بوده. شاید حیات حتی برای لحظاتی کوتاه در این سکوت نفس کشیده است. ولی امروز مریخ فقط شاهد خاموش برای عظمت و ناشناختگی جهان است. سیاره‌ای که با سکوتش یادآوری می‌کند چقدر تنهایی می‌تواند زیبا و در این حال غم‌انگیز باشد.